میگه او طرف که حتی همه پول و مال و ملکش رفت، حتی در قرض خونه و درشم رفت، از همه اشیای دنیا خلاص شدن، از خونه هم خلاص شدن و او مرد به قضای الهی از دنیا گذشت. وقتی که از دنیا گذشت، زنش هم علوی بودن، از اولاد حضرت علی بودن، سید زوده بودن. بعدا 4 تا دخترک گرفت، میگه من از پیشی والی سمرقند اومد، میری شهر سمرقند و گفت که به ما یک پرچه زمینه یگان جوی بتکین، 4 تا دخترک دارم، یتیم دارم، همه را نگاه بین کنیم که در میدان موندگی هستن. میگه والی سمرقند با تمام همین تکبر، البته که همین خودی منصب کبریادم زیاد میکنه، کم منصب داری است که کبر نداشته باشه. این ما نمیگیم که فقط منصب درستن، ما و شما هم خیلی منصب داشته باشیم، شاید از او آدگان نشیم، همین جاه منصب همین خیلی است. بعدا متکبرانه نگهش کرد، گفت به چی خاطر مطرح که جا بودم، خونه بودم، زمین بودم؟ گفت به هیچی، فقط به یک خاطر که من از اولاد محمد صلی الله علیه و سلم هستم، سید زوده هستم، به خاطر پیامبر به من یک جایی بودی. بعدا این والی متکبرانه گفت برای اولاد پیغمبر بودن یگان حجت داری؟ یگان حجت داری که در همون حجت نوشته باشه که همین اولاد پیغمبر است، مهر داشته باشه؟ او حجت ما فقط الله هست، رسول الله. ما به تا همین را گفتم، هیچ چیش نداد. زنک هم تا گریه کرده برآمد، گریه کرده برآمد در کوچه ها، تن کوچه های سمرقند. میگه که زمانهای پیش دورهایی که شمس الدین رهوی میگه همون تا گذشته میرفت که در راه یک یهودی دیدش، یهودیه که همین قرآن خواند و تاریخ اسلام خواند، محبت پیامبر همین قدر در دلش جا شدگی بود که فقط کسی نبود که دعوتش کنه، همین تا سینه مالامال از محبت رسول الله بود. یهودی دیدش، گفت که زنکی به ستر حجاب و به حیا و کودککارم. گفت خواهر برای چی گریه میکنی؟ اینا کی هستن؟ گفت یا فرزندم هستم، به خاطر گریه میکنیم که بیجا هستیم، خانه نداریم، پول نداریم، مال نداریم، هیچ چی نداریم. او به کسی مراجعت نکردی؟ او از همه مردم بالاشون نکرد، میری همین سمرقند، میری شهر رفتم، گفتم احوال ما، گفت و دیگر گفت که وقتی که گفت برای چی میگو؟ گفتم برای سید زاده هستم. گفت برای سید زادگی حجت داری؟ با ما گفت. ما یگان چیزی نگفتم و مرم از همون یکی دورش کبینش جواب مداد و عشق ریزان. یهودی وقتی که شنوید که سید زاده و اولاد پیغمبر است، میگه در به خونه من، به خونه بردش در یک ده، از همون جایی که خیلی آبادی بود دورتر یک 4 دیوالی بود، در اونجا برد جاشون کرد. اولاد پیغمبر همین در ذهنش میاد، جاشون کرد، طعامشون آورد. وقتی که طعامشون آورد خوردن در همونجا. بعدا میگه طعام برد مونده، یهودی با کمی یک فعل دارده، با از پشت دیوارم تا گوش میکرد چی میگن نمیو مسلمانو، همه قریبی طعام خوردن بودن که یک دخترچه که میدکشیم که همین به ما نیکی کرده، بیا پیش از خوردن بسم الله بگیم در حق همین دعا کنیم. مادرش گوی یهودی جهود این به خدا و پیامبری ما ایمان نداره، به پیامبر و قرآن، این دعا در حقی حیفه. گفت انا برای همین دعای میکنم که خدا هدایتش کنه. میگه دعاش کردن، آبای چشمش ریختن. شب بود که نصف شب خواب دید همین شخص یهودی که همین در حوالش یک در بچک داشت، میگه تخته شد، شده شد، همین خیلی یک آوازی 100,000 غوغا در گوش رسیده است که محمد صلی الله علیه وسلم همین قشلاق آمده است، همین ده آمده در گوش رسیده است. یکی در کشوده شد، میگه دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی هر چورش از در داخل شدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین با چهره زیبا و تبسم، وقتی که داخل شدن، یهودی در و دوید آمد، سلام کرد، دستش بوسه کرد. گویا یا رسول الله همین قدر محبتی تو عشقی تو در دل ما جا شدگی است که همین کلمه را خودت بگو که من ایمان بیارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمه شهادت تلقینش کرد، ایمان آورد. بعدا گفت که نگاه کن. نگاه کردم به طرف عثمان، یک قصری بسیار بسیار از در و یاقوت و مرجان و گفتیم اونجا بریلیانت، همین قصر کلان در جنت دیدم.
به خاطر که تو گفت اولادی مرا احترام کردی جا دادی، همین در جنت جای تو هست. همین تا گفت میگه یهودی بیدار شد، اشک ریزان قطعی آمد، همون کودکای زنه که میگه قدماشون گریه کرده در دیدش میمولن دختر چه کنه. والی شهر سمرقند خوب دید که همین تا 100,000 آواز که پیغمبر سمرقند آمده است، همین تا قصر در لرزه افتاد. ایستادگی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله قصد چوری رو در همون قصرش داخل شدن. والی داوید السلام علیکم، پیامبر صلی الله علیه و آله سلام داد که پیامبر رو شهید طرف گردون. با از این طرف هم سلام کرد، پیامبر رو شهید طرف گردون. و گویی رسول الله آخی ما هر بیگاه 100 بار صلوات به تو میفرستم یک عمر، مرا نمیشناسی که من امتی تو هستم. هر یک صلواتی که بنده میگه فرشته از دهانش گرفته بر روضه مبارک پیغمبر میبره که فلانی بچه فلانی بر تو سلام گفت، پیغمبر 10 مراتب درود میفرسته. بخی ما همین خونده بودیم 100 بار سلام، مرا نمیشناسی؟ پیغمبر گفت برای امتی من بدنت گفت حجت داری، برای امتی من بدنت حجت داری که ما ببینم حجتی طرف. یک نفر از اولادی من آمد، اگر چند یک اولادی من هم نمی بود، کم بزاعت به در خانه ترکی تو قدرت داشتی که با او کمک کنی، اما نکردی و از او حجت طلب کردی. بعدا همون قصر که در جنت از همون بریلیانت یا قطع در و مرجان بود نشانش بود. اگر همون اولادی مرا تو خدمت میکردی، دعاش هم میگرفتی، همین قصر جای تو بود. اگر میکردی جای تو بود. گفتم از خوابش بیدار شد، چند بدره زر گرفت، تیلو را گرفت، میگه در کوچه ها میدوید. یکون کس ندیده، یکون زن دیده، قدید گودکش کوفته نشون دادن که هم فلان یهودی بودش. در خونه یهودی سحر رفت در اومده را تق زده، بدرهای زر 4-5 بدره تیلو را برود، همین بدرهای تیلو را بگیرن، همون مهمون تنه را که قطعی کودکش. نه گفت نه، اون قصر را که شب تو را حبیبی خدا نشان داد، اون نصیبی من شید. خداوند رو نصیبی من کرده است. هر چی قدر که زوره کرد نه، کلمه طیبه و شهادت بر زبانش روم، من مسلمان شدم. دیگر اینا مسلمان هستند، هم خودم، هم زنم، هم دخترم، هم بچم، هممون ما غلامی همین زنه هستیم و همون 4 دخترک. ما غلامی اینو هستیم، خانه و در از اینو هست. انا ببین که دوست داشتن محبت پیغمبر و اولاد پیغمبر چی فضل درجه داره. البته که باید در خاندانا دخترها و بچه‌ها را تعلیم تربیت کنیم و محبت پیغمبر آشناشون بکنیم که این روز ببین جهانه. پیشتر هم غیرت نمی‌کردن، این روز غیرت کرده پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. هرچی از دهانشون آمد گفت، اگر چندی که گفتنی و از عزت پیغمبر هیچ چی را کم نمیکنه، بلکه عزت پیغمبر 1000 برابر زیاد شه. همین را باید که در خاندانا تعلیم و تربیت داشته باشیم، محبت پیغمبر را در دل خاندانا جا کنیم و بر روح پیغمبر صلوات بفرستیم. خصوصا همین ماه ربیع الاول که در همین ماه نزول رحمت است، در همین ماه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد. الله عزوجلال فردا روز قیامت از شفاعت حبیبش همه ما و شما را نصیب روزی بگرداند. خصوصا اهلی خاندان پدر و مادری حاجی بهرام هم خداوند رحمت و مغفرت کنه و قبرشون پر نور بگردونه، روحانیتشون رو شاد بگردونه و این برادران را خداوند در حفظ حمایش نگهبان باشند. اهل جماعه ما و شما را، گذشته های ما و شما را، آینده های ما و شما را پروردگار با محبت ایمان و اسلام و قرآن نگهبان باشد. از شفاعت پیغمبر با نصیب بگرداند و این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را هم خداوند پر فیض با برکات و پر خیر بگرداند. بلاها و آفتها و این بیماری ها را از این سرزمین ما برداشته نیست نابود بگرداند. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لنا رحمتنا.